بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا ما و فرزندان معزیان حسادت در پناه خود داشته باش. خداوندا مرا از جمله سخاوتمندان و انفاق کنندگان قرار بده. نوش جان احمد جان. زنده باشه کاکای ابراهیم. خودتان بسیار خسته نسازین کاکا ابراهیم. بچه‌هایتان کجاستند؟ چرا امرایتان کمک نمیکنن؟ اونا هر کدامشان گرفتار روزگار زندگی خود هستن. ما اون چیزی که از بس توان پوره از کار میکنم به خاطر که فایده برسه. فایق بچی دهمی سال باید اونو به دردتان بخوره کاکا ابراهیم. محمد خوب به کار میگرده. شما دیگه باید کم استراحت کنین. من راحت هستم. خداوند امکانات بریم لطف کرده که انشالله تا آخرین رمق حیات خود به خاطر نیکی کردن به دیگرها از امکانات استفاده خواهد کردم. بچه های ما میگه میفهمن. من آزردن همه سازن. انشالله. پدرم باید از کاربار دکان دست خود بگیره. ما یک خریدار پیدا کردیم. او به خاطر دکان خوب پیسه بر ما میده. دکان بغلیم بیز خالی است. هر دویش یک جا کرده یک فروشگاه جور کنیم. بفروشیم لالا، بفروشیمش. ما باز غم معاش کم ماموریت خلاص میشم. دقیقاً. اون نفر کیست؟ آدم اعتمادی است؟ یک آدم بسیار پیسه دار است. ماره چی غرض که پیسه را از کجا پیدا کردم؟ میراث برش مونده یا کار کرده پیدا کرده؟ پدرم شخص قناعت بتیم. یک راه پیدا میشه. زیاد هم سرش فشار نیاریم. بیز و پیر و زیر شده. نکنه یک دفعه از دست ما. به ما چی احمد؟ به ما چی؟ ما از دست کلشخی او سالاست که مفلس و بی پیسه هستیم. بس است دیگه. هر چی میخوای بکنه. دستش خلاص. دکانو مفروشیم. قیمت پیشنهادی است آقایان. از این که دکان پهلو خالی است، امرای صاحبش به توافق رسیدن آسان خواهد بود. اما از لحاظ ساختمان دکان شما در یک وضعیت بسیار بد قرار داره. و خاطر همین مسئله ما قیمت پیشنهادی خود آماده کردیم. این نرخ بسیار پایین است. آقا اشرف، میشه به نرخ پیشنهادی خود 5% اضافه کنیم؟ محاسبات ما را بر هم نخواد زد. فکر نکنم. ما 15% افزایش میخوایم. 15%؟ بسیار خوب. ما باید فکر کنم. یعنی اگه 12.5% هم شما میشه. زنده باشین. لطف کردین. تا شما برام وقت بتین. امشب با هم ملاقات میکنیم. در باشگاه یکی از دوستایم خواهد بودم. دریوارم پشتون میاد، درست است؟ نه 1000 دفعه. چرا نی؟ پس شبم دیگر خواهد دیدیم. بسیار خوب. خداحافظ. برش میگفتی صحیح است، اشتباه کردی. همون پیسه هم از دست ما خاط رفت. تو این کار بر ما بان. من میفهم خودم چی کار کنم. تو هیچ چیز نمیفهمی. اگه میفهمیدی تا امروز از تو یک چیز جور میشد. تو چی میگی او چه از خودت چی جور کردی؟ خدا کشتی بالاخره یک مامور شدی. به خاطر 3 قران پیسه از صبح تا شام جان میکنم. کار خو میکنم. مثل توری دیدو نمیگردم. دانه تبسته که میشه. اگه بسته نکنم چی میشه؟ بعد از سالا یک فرصت بر ما پیش آمد. حق ما رو خوردی. در برابر من خود زبان بازی کردم. ایتانی برو اخت از پدرم بگی نه. برو نه. من این مسئله رو حل میکنم. خواب دیدی. او دکان فروخته خود شد. لو دره. بفرمایید. نوش جان. دستتان درد نبینه. زنده باشید. روزتان بخیر. خوش آمدید. بیا بیشتر.
حالی نانت تیار میکنم آیشه دخترم. بیا دخترم، بیا این طرف. اینجا به خیالم یک چوکی خالی است. اجازه میتین بچه ها؟ جای کسی است، یک رفیقمون میاد. با نین خانم تا آمدن رفیقتان بشینه. نان خود خورده میره. کاکا گفتم جایی نیست، متوجه نشدی؟ شریک ساختن نیازمندا بعد سرخان برکت میاره. این کارا نکنین بچه. تو گپا کشال میکنی کاکا. اینا بگی هر چقدر جای خالی میخوایی. بگی عجیب مردمایی به خدا. بخسته که بره. رقم که دلتان از بچه. ببخشید پیر شدم، بسیار میبخشید، بازم تشریف بیارین. بیا بیشی دخترم. زنده باشین. پدر تو میخوای روزگار ما رو سیاه کنی؟ کاش که میفهمیدم منظورت از این کارا چیست. چرا متوجه مشتریای ما نیستی پدر؟ چرا اتون میگی بچه؟ من همیشه به مشتریای احترام قائل هستم. کاری که میکنین باعث آزردگی آقا ابراهیم نشم. تو فکر میکنی که روزی انسانها را به همدیگر انسانها میتن؟ روزی دهنده خداوند است. خداوند خودش بهتر میفهمه که به چه کسی به چه مقدار لطف بکنه صالح. و الطاف الهی نیز به اساس یک سلسله اسباب است. بیام خب پیسه نمیتونن میخوره نه پدر. پیسه او قبلا پرداخته شده بچه. او پدر شما بیخی لا حول ولا. روزتان بخیر. خوش آمدین، بفرمایید. خوش باشین آقا ابراهیم. بگو بچه، خودم هستم. چی میخواستی بیادر؟ نام من سال میر است. دکان پهلویتان خریدیم، رستوران جورش میکنم، با هم همسایه میشیم. خواستم براتون یک سلام عرض کنم. مبارک باشه بچه. میخواستم یک چیز پرسان کنم. شما 40 سال است که اینجا هستید، درست است؟ تو سرمارش خند میزنی؟ هم بازار ما رو خراب میکنی، هم از ما طرز کار پرسان میکنی؟ این غیر ممکن است. پشتی گپا نگرد. رستوران باز کردن نمیتونی. روزی حرکت در دست خداوند است بچه. مال با دادن نه، با نگاه کردن کم میشه. تا به حال مال کی با انفاق کم شده؟ تو دمی چرت باش پدر. چند روز بعد که کل چیز از دست به تی باز خواد فامیدی. یک دقیقه بیا بیرون. درست است. رستوران باز کردن نمیتونی. اگر کدام کار دیگه میخوای بکنی گپ علایده است. جراب بفروش، بازیچه بفروش، هر کاری که میخوای بکن، اما نمیمانم تو روزی ما را قطع کنی، فهمیدی؟ ما را غلط درک میکنی. ما در اینجا نآمدیم که روزی کس را قطع کنم. از اتحاد قوت به بار میاد. در اینجا یک عالم دکان است. اگر به اینجا عادت کنن بر شما فایده است. تو مرا خیال اشتراک کردی آقا صالح؟ حتما کسی برات گفته که پدرم یک آدم لوده و بی عقل است. خجالت بکش. بچه نکوی کاره. من دیگه چه نمیفهمم. من خب برات گفتم که رستوران باز نکن، مثل که تو گپا نمیفهمی. بچه نکو محمد. برات گفته بودم که ضرر میبینی. بسیار میبخشی بچه. من پیسه چه میتونم. مهم نیست ابراهیم کاکا. ابراهیم کاکا میشه برام یک گلاس آب بیارین؟ اینا دستی. بشین ابراهیم کاکا. حالتون خوب است نه؟ خوب هستم. خداوندا تو اولادای مرا اصلاح کن یا رب. با خدا باورم نمیشه. بعد از سال هاست که یک پیسی خوب به دست ما میرسید. هر چی که در قسمت است احمد. خیر باشه. چی کنیم؟ سال هاست که یکی ما دو نمیشه. احمد تو برادرت کلان گناه را مرتکب میشه. نکنین. پدر سال هاست که به خاطر شما جان میکنه. پدرم از دست کلاشخی سال هاست که ما رو مجبور ساخته با دو قرآن ماشو ماموریت گذاره کنیم. میام شو زندگی. اما تا بال شرافتمندانه زندگی کرده. اما ما دیگه به تنگ آمدیم. ما نه زر میخوایم و نه زیور. صرف یک چیز میخوایم. باز شروع نکو گلنار. میخوایم مادر شوم. فقط امی. تو عیب ما برای خون میکشی؟ این دیگه چه گپ است احمد؟ میتونیم راههای دیگر پیدا کنیم. حداقل یک طفل به فرزندی میگیریم. این کار خود کده میتونیم. ما از طفل دیگه خوشم نمیاد.
نمیتونی این کار در حق ما بکنی. حق مادر شدن از ما گرفتن نمیتونی احمد. اگه نه چی؟ اگه نه من از دست خود دادی احمد. مادر امروز مرا پیش پدر کلانه میبرین؟ اگه پدرت بردت میتونی بری. پدر قشلی رفتن پیش پدر کلانت نباش مشتاق. بردن نمیتونمت. همیال از دکان آمدم. ای پدرم هم نه. مرا آخر دیوانه خواد کرد. حالا موضوع دکان پالویی برآمده. یک نفر به نام ساله اسمچم چی از اونجا را گرفته. اگه اونجا فعال شوه آید ما از بد بدتر میشه. شیطان میگه ببریمش دیگه آسایشگاه که بیغم شویم. بیا پیر شده باز دکان ما می فکر کردیم. بابیم جایی نرن مادر. من بدون اونا چی خواد کردم؟ مانده نباشی ساله. شیشه رو نصب کردن ها؟ نصب کردن کار ما خلاص است. میره ابراهیم کاکا بر یاز خدا. تو نمیشه اشتباهی بچه بود. باید من جبرانش کنم. بگی بچه. تشکر کاکا جان. خدا خیرت بده. خلاص است. میذارم پیش دکان بچینید. اینجا بسیار مناسب است. در تابستان از دست گرمی در داخل مردم به عذاب میشن. طرفای چاشت اینجا بسیار بیروبار میشن. برای خود یک شاگردم بگی. شکر اول خدا و این دکان 40 سال است که ما و اولادای من روزی میدن. خداوند بر تو هم خوب کنه. ابراهیم کاکا 40 سال است که کار اینجا را پیش میبری، درست است؟ بله. اما این دکان از من نیست بچه. امانت است. امانت است؟ بله امانت است. یک امانت 40 ساله. امانت آقا حسین است. روزی آمده پس خواد گرفت. ساله بیبی اون نواسگه که مشتاق است. چی گپ است؟ باز چی شده؟ گپ ما گوش که احمد. حال وقت جنگ داوانه است. بان که یک دفعه دکان بفروشیم باز هیچ وقت اگه خواستی روی تداریم نزن. اما امشب خانه بیایی خب. کوشش میکنه پدر قناعت بتون. باز هر چی که میکنی بکن. ما امشب پیش آقا هارون میرم. ما میایم. ضرور نیست. تو عصبانی میشی، منم عصبانی میسازی. من خودم حلش میکنم. تو اینجا بیا شب. سر نانم رای پدر گپ میزنم. گلنار چرا نامده احمد؟ او یک کم خسته بود پدر. از این خاطر آمده نتونست. اما براتون سلام گفت. زنده باشه. تو هم برش سلام مرا برسان. احمد با پدر مسئله گپ بگونه؟ چی شده احمد؟ نه که در بینتون کدام گپ شده؟ نه پدر. گلنار و احمد از هم جدا میشن پدر. چی؟ این واقعیت داره احمد؟ بله. چرا احمد؟ چرا؟ از دست شماست پدر. از دست کلشخی شماست. اگه دکان بر ما میدادین ما مشکل نداشتیم. بچه دکان با قضیه بیادر چی ارتباط داره؟ با پیسه ارتباط داره پدر. شما پیسه کار دارین. بگی بچه بیاز امروز درآمد ماوار دکان بینتان تقسیم میکنم. بگی هر مشکلی که دارین حل کنین. اما بی احمد بر انصاف و پوزکنده میگم دیگه گپ جدایی رو پیشم نزن. جای تو و خانومت سر هر دو چشمایم است. شما نباید ازم جدا شوین. موضوعی نیست پدر. یا دکانم فروشین یا بگیرین بچه بگیرین هر چقدر که دلتان است بردارین. اما نه دکانم فروخته میتونم نه واگذار میکنم. اما چرا؟ تا که آقا حسین نامده این کار کردن نمیتونم. ما به او قول دادیم. آقا حسین گفتین؟
یا آقا حسین دیگه از کجا برآمد؟ مغزش بیخی پوچ شده. والا نمیفهم کی داستان آقا حسین از پوچی مغزش است یا ای که به خاطر ندادن دکان یک بهانه است. نه او قدرم نخواد باشه. همونطور است احمد. در این وقت آدم نباید حتی به پدر خودم اعتماد کنه. ایره خراست گفتی. موتر آرون است نه؟ آها. برو یک کار بکن. میکنم. تو هنوز خو نکردی؟ خوابم نامد بابا جان. بیا پیش بابت بیا. بابا جان ما غریب هستیم. نیستیم بچیم شکر. چرا غریب باشیم؟ پدرم همیشه میگه که پیسه نداریم. مشتاق جان ما باید به چیزایی که داریم قانع باشیم و شکر بکشیم چون خداوند بنده‌های شاکر خدا دوست داره. ما وقتی که شکر کنیم او زیادترش برای ما میده. آقا حسین کیست بابا جان؟ آقا حسین مشتاق ساعت چند است؟ حالا برو خواب کن. کاکا باز به این طفل چی که پارو یاد میتی؟ چیزی بد خو برش یاد نمیتیم دختره. این طفل مثل خودت میسازی کاکا؟ چطور یعنی؟ نفهمیدم دختره. تو منظور گپای من خوب فهمیدی کاکا. شب بخیر محمد بیادر. ما بیادر کسی نیستم. برو از اینجا. اینجا چندان جای هم نیست. ای که در داخل چی گپ است نمیفهمم. اما اگه از اینجا دور باشی بهتر است. من از کسی ترس ندارم. به تو هم غرض نیست. خوش آمده. خوش باشین. بفرمایین آقا هارون منتظر شماست. درست است. بفرمایین لطفاً از این طرف. خوش آمدی. چانس خوب. بازی میکنی؟ یک دو پر کدتان میزنم. خوشم آمد. پیش از اینکه در مورد معامله صحبت کنیم چند بازی میکنیم چطور است؟ بد نیست. بفرما. یک چال آمد. دول است. تقسیم کن. بچشه مراتب مرامتت پر تراخ کن. آفرین تو بردی. والا بشه. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. خداوندا از ما و فرزندایم هدایت خدا دریغ نکن. به خاطر پیروزی در امتحان زندگی مرا توفیق بده. مرا از راه راست منحرف نساز یا رب. از تو سپاسگزار هستم خداوندا. شکر به دربارت. منصرف نمیشی. وقت میبازی میخوای بیشتر بازی کنی. عالیست. بسیار عالیست. قبل از اینکه بازی را شروع کنیم امو سندار امضا کن. بیاز و بازی را تو خود بردی.
اسکول داده زن ساده شده. حرکت کو، برو زود باش. حرکت کو، فیل برو حرکت کو. اتفاقات بدی که سر انسان می آید نتیجه و ثمره کارهای بدی است که انجام می‌دهد. اما اگر انسان از این کارهای بد عبرت بگیره، خداوند قادر است که بدیهای او را به نیکی تبدیل کنه. چرا خبر نمیشه؟ ناوقت شده. محمد هنوز نامدن. او را چیزی نشده باشه. هیچ چیزش نمیشه. شاید پیش گلنار رفته باشه. خدا کنه محمد اونا را آشتی داده باشه. گلنار چی کاکا؟ به خاطر فروش پیش خریدار رفته که معامله کنن. چی؟ یه تو نمیشه که هرچی شما بگوین همون تو شبه شما بازم شق کنین. ببینین کارا چطور خود به خود پیش میره. فکر میکردم که ما رو به دادگاه معرفی میکنن. چطور شد که لای ما کردن؟ خب ما هم از خود دوستایی داریم. ده یک میز امنشین بودنت از خود امتیازات داره دیگه. زنده باشین. کار فروش دکانم گپ زدن نتونستیم. دیگه ضرورت به گپ زدن نیست. اصلا در دست ماست. باقی مونده شام برات نقد میدیم. قضیه حل میشه. یعنی چی؟ از ما قرضدار هستی آقا محمد. در مورد جزئیاتش دکان آمده باز گپ خواهد زدیم. اما اگه پلیس نمی آمد؟ میخواستم برتان اقامت خانه بدون مجوز اطلاع بدم. من تاجر هستم. با فرضیه سر کار ندارم. هرچی لازم باشه همون کارم میکنم. این کارا کالش از دست تو ساله. برات نشان خواد دادم که کلمه زدن یعنی چی؟ ساله! کدام مشکل پیش آمده؟ تو خودت مشکل هستی. گم شو برو از اینجا. نمیخوایم تو رو ببینم شیطان نامرد. چی گفتی؟ به خاطر تو یک عالم مصیبت سرم آمد. تمام شب در توقیف بودم بس نبود که قرضدارم شدم و هم قرضه که بالاتر از توانم است. با پلیس من نگفتم. اما اگه با جای خودت می بودم از یه اتفاق عبرت میگرفتم. با جایی که از یه خانه دیگرها بگیرم اونا رو متهم به سزا میشم با نفس خود محاسبه میکنم. تو چی گفته رئیسی؟ چی میگی؟ من همراه جنگ نمیکنم محمد. با خاطر که ابراهیم کاکا آزرده میشه. با جایی که با ما و پدر تو دکان مبارزه کنی برو با نفس خود مبارزه کن. شاید او وقت به یک نتیجه مطلوب و بهتر برسی. این گپ اینجا خلاص نمیشه. نمیمونم. تجارت پیشه معروف ماهر کسکین از طرف اشخاص نامعلوم وحشیانه به قتل رسید. جسد مقتول از طرف مردم در یک زمین خالی پیدا شده است. گمان می رود وی به دلیل داشتن قرضهای زیاد به قتل رسیده است. شیرازه اینا از هم پاشیده ابراهیم. خداوند عاقبت ما را بخیر کنه. بچه گپایی را که شنیدیم راست است؟ کدام گپا پدر؟ از خاطر فروش دکان پیش کدام خریدار رفتی؟ بیبی محمد خبرها را بخوان. انسان ها به خاطر پیسه دیگه خود میکشن. ما شکر گزارم میکنیم و چیزی کم بودم نداریم. بچه خواهش میکنم. بوی سوختگی میه. چی شد بچه؟ دیگه چی شد پدر؟ دیگه سر داشت یادت رفته. من نماندم بچه. من هیچ خبر ندارم. اگه شما نماندین پس کی مانده؟ کی مانده؟ چی شده؟ دیگه سر داشت تو موندی؟ نه من استراحت بودم. راست میگم من نماندم. والله من نماندم. نه پدر دیگه بیخی اعصابش ضعیف شده. خدا نخواسته اگه خانه در میگرفت. یک چاره خواد کردم. من دکان میرم.
تو هم همراه من بیایی بچه؟ دکانم عوض میکنم پدر. نه بچه ما هم میرم. آقا حسین باز رو نکو از آقا حسینت. 35 ساله شده من با به اینام کدام رفیقت نمیشناسم. از خود جور میکنی. از خود جور نمیکنم بچه. قول او همه گپ سخن دکان به نام خودت است. آقا حسین دیگه کیست؟ دکان پیش من امانت آقا حسین است. به خاطر کی دکان به منتی آقا حسین کشیدی نه؟ من راست میگم. والله بالله من راست میگم. درست است کاکا، تو مشتاق به پارک ببر. باز دکانم میری. بابا جان بریم پارک لطفاً مرا ببرین. درست از جان بابش. تو که بخوای من چطور نبرمت. بیا که بریم. بابا جانی گلا رو سعی کنین چقدر زیباستن. اونا رو نکن فقط سیرشان کن. خب درست است بابا جان. دخترم تو خوب هستی؟ وضعم بسیار خراب است. لطفاً کمکم کنه. اوه خدا باید به شفاخانه ببرمت. تنهاستی دخترم؟ شوهر و یا کس کوی دیگه نداری؟ نه خیر کسی رو ندارم. شوهرم 5 ماه میشه که فوت کرده. حوصله کن دخترم تا پیش تکسیر طاقت کن. من تو رو به شفاخانه میبرم. مشتاق سلام. پس تو گلا را بسیار دوست داری ها؟ بله. نامت چی است؟ مشتاق. نام شما چیست؟ مشتاق 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 بچم کجاستی؟ مشتاق اوه خدایا نوازی به خودت نگاه کن. بیا دخترم که تو شفاخانه ببرم. ای بچه کجا رفت؟ بابا بابا ای بابت کجاست؟ نیستن. کجا رفته باشن؟ گفته بودی رستوران دارن بیا که من تو رو ببرم. شما دکان بابی ما دیدین؟ البته که دیدیم. بیا اینجا مشتاق. بابت کجاست؟ نمیفهمم. گم شدن. یعنی چی که گم شده؟ من ساتیری میکردم یک دفعه از پیشم گم شدن. میبینین یک بلستوشا که تنها مانده و رفته. هی تو چه قسمی اینجا آمدی؟ مرا کاکا حسین آورد اینجا. بیبی طفلا مثل خودش جور کرده. تنها مانده رفتنش کم نبود که برش یک عالم گپای مزخرفم یاد داده. عاجل باید به گلنار زنگ بزنیم. زود باش بیاین. به خاطر این کار باید یک راه حل پیدا کنیم. شما از اقارب حفیظه هستین؟ نه دخترم من از اقاربشان نیستم. حفیظه سابق همسایه ما بود. شما رو قبلا هیچ ندیده بودم. بیچاره رو در پارک دیدم. گرفته اینجا آوردمش. فهمیدم. وضعیتش چطور است؟ خوب نیست کاکا جان. طفلش به دنیا آمد. بسیار صحتمند است. اما حفیظه رو به بخش مراقبت‌های ویژه بردیم. وجودش بسیار ضعیف است. طفلک چطور خواهد شد از او؟ کی مراقبت خواهد کرد؟ برای یک مدت در شفاخانه ازش مراقبت خواهد شد، اما بعداً چطور میشه نمیفهمم. شوهر حفیظه چند وقت پیش در یک حادثه فوت کرد. خدا نکنه اگه حفیظه هم چیزی شود طفلک تنها میمونه. تا جایی که من میفهمم قوم و خویش و کس و کویی هم ندارن. زن بیچاره خدا شفاش بده. انشالله کاکا جان. اگه با من کاری بود شما میتونین مرا در این آدرس پیدا کنید. بگی دختر. درست است کاکا جان. زنده باشی. فعلا خداحافظ. خداحافظ. حالا چی میخواین بکنن؟ این کار درست نیست. حال وقت دلسوزی به جای نیست گلنار. خودمون مشکل داریم به او رسیدگی نمیتونیم. اگه در یک آسایشگاه باشه در اونجا بهتر ازش مراقبت میکنن.
صبحی کم بود خانه رو در بته. خوب شد که من بیدار بودم، اگر نه حال کل ما خاکستر شده بودیم. محمد حق به جانب است. یک کار باید بکنیم، اگر نه هم به خود و هم به ما جنجال خلق میکنه. خدا را شکر که صحیح و سالم به دکان آمدم. پدر تو کجاستی؟ یک مسئله بسیار عاجل پیش آمد. یک خانم عامله درد میکشید، کس و کوی هم نداشت. شفاخانه بردمش، نمیبردمش. از دلشون خجور نکدن. پدرت رو نمیشه، صبحی هم کم بود که خانه را در بتین. زیر دیگه خب من روشن نمانده بودم جان پدر. پدر گپ دیگه خلاص است، دکانم فروشی. اما این کار غیر ممکن است. من اینجا را به این شرط گرفته بودم که در آینده با آقا حسین واگذار کنم. من کم کار دارم، او را خلاص کردم میایم. تو هم خوب فکرهای تبوک فهمیدی؟ راستی بی آقا هارون، من این دکانه فروخته نمیتونم. آگه تو راست پس چرا ای کار کردی؟ ها؟ به اساس چی او سندار امضا کردی؟ حواله به نام کیست؟ به نام برادرت است؟ نه، به نام پدرم. خب او خب آسان است، یک راپور سی به پدرتون بگیرین خلاص. چطور یعنی؟ راپور چی؟ از یک دکتر راپور ضعف اعصاب میگیری، حق مالکیتش نسبت به داراییش دوست حل میشه. بله، اما فکر نمیکنم این راپور رو بتن. هنوز اعصابش به اون اندازه ضعیف نشده. او هم آسان است، دکتر و وکیل مدافعش پیدا میکنیم خلاص. خب اما حداقل نصف مبلغش. قرض ما برای میرتی محمد، ما مؤسسه خیریه نیستم، ما را مجبور به انجام کار دیگه نساز. صبح بخیر ساله بچه. صبح شما بخیر ابراهیم کاکا. زنده باشی. پدر یک دقیقه. صبح بخیر. محمد بچه، امروز وقت آمدی. حتما متوجه اشتباه خود شدی، نه بچه؟ پدر امروز دکان آواز نکن. اما چرا بچه؟ حالی گپا رو بان. ما تو پیش یک دکتر میریم. چی؟ پیش دکتر؟ بله. پدرت به دکتر نیاز نداره. با کارهایی که مربوط تو نمیشه اگه مداخله نکنی خوب میشه آقا سالم. خب درست است، پیش دکتر میریم. مجبور نیستیم که بریم. تو را غرض نیست. اله بریم. ساله بچه، دکان امروز تو باز کن. شاگردم امروز کمک میکنم. من میرم. دکانم پیش تمانت است. اگه آقا حسین بیایم سلام برش برسه، امانتی نام برش بده. بریم دیگه پدر. بیا سلگی نکو پدر، دکتر صاحب فقط یک معاینه عمومی میکنه. حداقل پیش دکتری هم بشگی میرفتیم، اون مریضی های من میفهمید. اوف پدر، پشتی گپا نگرد، این دکتر زیاد فهمیده است. بفرمایین داخل. آقا هارون امروز برام زنگ زد، از دوستای بسیار خوبم است، قضیه را برام گفت. کمکتان میکنم، نگران نباشین. حالا راپورتون رو نوشته میکنم. بفرمایید. زنده باشین. نوش جان. خوب شد بدون سر و صدا پیش دکتر رفت. بیبی بلالایت اعتماد نمیکردی. بعد از چی میکنی؟ وکیل پدرم میشم. چطور یعنی؟ آسان است، با فیصله محکمه. بعدش دکان فروخته پیسیش میگیریم، اما تو نیست؟ بله، اما تو راست. بله. زنده باشه. بیبی ساله، از کسی که سر مال دیگر را جنگ میکنه دیوانه‌تر پیدا میشه. بچه هایم نمیفهمند که از اونا که بیشتر در این دکان آقا حسین حقدار است. ابراهیم کاکا، ولی از خدا بگوینی آقا حسین کی است؟ آقا حسین سالها پیش در شرایط بسیار دشوار به دادم رسیده بود.
درست 40 سال پیش بود ساله. به رضای خدا بسیار گشنه هستم برادر. بسیار میبخشی برادر، پیشم هیچ پیسه نیست که برات بتم. خیر ببینی. خدایا تو بزرگ هستی و همه چیز قادر هستی. گشنه ها را بیروزی نمان یا رب. امرم کمک و کس فقرا و نیازمندا دستگیری کنم. دو از آقا حسین در پیشم ششته بود، روش طرفی ما دار. میخوایی کار کنی برادر؟ زنده باشین. چرا نه؟ البته که میخوایم، چون میخوایم هم به خود و هم به دیگاه فایدیم برسن. بعدش هم کسی که به خاطر گرفتن دکان و ساختن رستوران مرا کمک کرد فقط آقا حسین بود. ساله بچیم، از تو خواهش دارم مهربانی ابراهیم کاکا بکنین. اما بریم قول بده کاری را که برید میگم میکنی. بجز از تو کسی دیگه اینه ندارم که سرش اعتماد کنم. هر چی که شوه، یعنی اگه من در اینجا باشم یا نباشم، اجازه نده این رستوران فروخته شوه و یا ای که چپه شوه. قول است؟ قول است. محمد آمدی؟ الان بریم این کار خلاص کنیم. حالا اگه رو پوری سیر نشانشان بتیم قوله رو برام ما میکنن؟ البته ما وکیل پدر خود میشیم، یعنی صلاحیت دار ما میشیم. در قانون ماده و در دست ما راپور از بچیم. الان بریم. فیصله میشه. شخص موصوف که در راپور از وی تذکر به عمل آمده دچار اختلال مغزی بوده و موضوع از طرف اهل خبره نیز تصدیق گردیده، آقا حسین براتون بسیار سلام گفت. و علیک سلام. تو هم سلام مرا برشان بگو. در دکان منتظرشان هستم. زنده باشین. به خاطر نان تشکر. اوه چی تکنیکه. یک سلام به تو مفت نان بخور. پدر این فیصله قاضی محکمه است. بعد از این وکیل تو ماستیم. در اینجا نوشته است که اختلال مغزی مانع تصمیم گیری درست در امورات زندگی میشه. من خوب هستم بچه. شما یک اشتباه بزرگ مرتکب شدید. تو را در این گپا غرض نیست. ما در یک آسایشگاه گپ زدیم و به توافق رسیدیم پدر. تو اونجا میری. در اونجا از تو بهتر مراقبت میکنن. پس این دکان چی میشه؟ اینجا را یک فروشگاه بسیار کلان جور میکنن پدر. ساله بچیم، قولی رو که به ما داده بودی یادت نره. با یادم هست ابراهیم کاکا. بابا جان کجا میری؟ مشتاق جان بابش. بعد از این من در یک جای دیگه بوده باش میکنم، درست است؟ یکان دفعه پیشی من بیا. ملکه دخترم نوازی به پیشی من میاری نه؟ میارم کاکا، شما نگران نباشین. سر ما دیر میشه خنده. بابا جان نره. خنده بابی خود ما پس میرم. بابا جان از ما جدا نشه. خنده بابی خود ما پس میرم. بابا جان نره. بچه بابا جان نره. بابا جان.
دکان که خالی بود مشکل نبود. صاحب نام شاید مشکل تراشی کنه. بکنه. ما گرفتنش بلد هستیم. اگه ما بخوایم جایی است که گرفتن نتونیم اشرف؟ نه صاحب. بفرمایین اینجا بشینین. ما نان خوردن نامدیم. صاحب دکان توستی؟ بله. اینجا رو برای من مفروشی؟ نفهمیدم. اگه نفهمیده باشی خی گوشایت خوب باز کن و بشنو. دکان پالو رو هم گرفتیم. ما میخواییم اینجا را یک فروشگاه بزرگ جور کنیم. در فکر قیمتش نباش. من اینجا را نواز کردیم، تصمیم فروختنش ندارم. و خیلی فهماندیت نتانستم. برات نگفتم مفروشی یا نه. گفتم بفروش. نمفروشم. یا بزار یا برزا مفروشی. ضرور نبود از کار رخصت بگیری، من خودم خلاصش میکردم. نه خودت نگفته بودی که تا دی وقت به پدرت هم اعتماد نکو؟ روز بخیر جناب ها. میخوایم یک جایی کار خلاص کنیم. درست است. تشکر. نوش جان. کاکا ابراهیم نیستن؟ نه خیر، دکانه بسته میکنیم. برو دیگه جای گدایی کن. گفتم برو. عجیب است به خدا، پدرم با این کاراش کلگی را مخته خور ساخته. این چی حال است؟ حساب خدا بعد از تصفیه قرض قمار آقا محمد انجام میدیم. درست میگم؟ قرض قمار گفتین؟ السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. خداوند مرا از لذت شکر کردن بی نصیب مگردان. مرا همیشه از جمله بنده های شکرگزار خود قرار بده. فرزندهای مرا اصلاح بساز، به اونا راه راست نشان بده یا رب. ما تنها محتاج تو هستیم، ما را محتاج دیگران مگردان. چطور تو لیستی کارو بکنی لالا؟ چطور؟ یک اشتباه شد دیگه بچیم. این دیگه چی رقمش است؟ ما خبر نداریم تو سر خود چی کارایی میکنی؟ او آدم مرا بی رقم بازی داد. مرا احمق فکر کردی؟ ما چی کار هستم؟ فکر کردی معمولیستم؟ میخواستم برات بگویم اما فرصت نشد. ما دیگه شنیفم محمد، اینجا به دیگه کس فروخته میشه. تو اون قرض قمار خود هر که میخوایی هم قسم بده. برو این گپا رو با قارونت بگو. پنج ماه شده که نه دخترم و نه بچه‌ام به دیدنم آمدن. هر روز میگم که امروز میاین و صبح میاین، اما انتظارم بیفایده است. تو بازم طالبان هستی که اولادایت 5 ماه پیش دیدی. از ما پورا 3 سال شده که نواسای خدا ندیده. یگانه آرزوی می بود که دوره پیری خدا در کنار فرزندا و نواسای خود دیر کنم، اما قسمت نبوده. پیر که شدم تک و تنهای ماندن و رفتم. همین که خداوند در قلب انسان باشه کافی است، متباقیش به درد نمیخوره. ما دیگه نان خوردن میره آقا ابراهیم. تو هم دیر نکن. ما هم چند دقیقه بعد میایم. سلام ابراهیم کاکا. اوه خوش آمدی ساله بچه. بچه هم خود تو رو آزار نمیتن نه ساله؟ اگه اینطور باشه حوصله کو بچه. من صبر میکنم تو هم صبر کن. آقا حسین در این وقتا خواهد آمد. تا آمدن او اجازه نده که دکان فروخته شود. لطفا. امیدوار هستم تصمیمت گرفته باشی. تصمیم ما تغییر نکرده، دکان نمفروشم.
ببین بیادر، اگه بر ما مشکل تراشتی کنی ضرر خود کردی. دکان پالو خلاص است. بیا تو هم بر رضایت خود پیشنهاد ما را قبول کن که پشیمان میشی باز. با خیلی فهمانده نتونستم دکان نمیفروشم. بسیار خوب، تو خودت خواستی تر شوه. حالا که از تصمیمت منصرف نمیشی بس ما هم رای تمکاری میکنیم عزیزم. لالا بارون گفتی که دکان نمیفروشیم؟ گفتم نتونستم. ما یه خریدار پیدا کردیم، هر چی زودتر باید به او خبر بدیم. مرا خواهد کشتن احمد، تو چی میگی؟ اونجا چیه پس؟ سعی شد بس کنه، همه خبستش است. یادت باشه دفعه دیگه خدر با نرمی رفتار نخواد کردی. یک فرصت دگام برات میتم تا که فکرهای تکنی و هوشت بگیری. فهمیده شد بچو؟ شما هم شطور دیدین؟ ندیدین. فهمیده شد؟ او مشتایی که ازش چشم پوشی میکنه یک روز جان شما رو به درد خواهد آورد. مهلت را که براتون داده بودم پوره شده. کارهای واگذاری دکان هرچی عاجل باید شروع کنیم. بس است دیگه، نمیفروشم برای دستتام خلاص. هر وقت که پیسه از او خریدار دیگه گرفتم باز برات میتونم. ایره سایکو، آفرین با تو. چقدر زود تکنیک ها را یاد گرفتی. اگه خدا کدمه نزنی بهتر خود بود کلمار. چون اگه کدمه خدا بزنی کده پری کو خدا زنی. زنده باشه. شب بخیر. خوش آمدی. مشتاق کجاست؟ ندیدمش. دتان دروازه منتظر تو بود. در اونجا نبود. عجیب است به خدا. در منزل بالا نباشه. بله. برات گفته بودم که خدا کدمه نزن محمد. بچه دست ماست. سوا دکانت برای مفروشی و بچه بس میگیری. فهمیده شد؟ گپا فهمیدی؟ چطور میتونه این کارو بکنن نامبر؟ چرا تفکر ریختونده؟ حالا دیگه مجبور هستیم دکان به آروم بفروشیم. نمیتونم زندگی بچه خدا به خطر بندازم. لالا اگه با پلیس اطلاع بدیم چطور؟ نمیتونم. بچه آزار میتونم. از گپ خبر شدیم. این نفر بسیار خطرناک است. میتونه به فلاسی برسانه. با خاطر نجات مشتاق یک فکر کردیم. فعلا کلم کار نکنیم. در داخل منتظرتان است. خدایا در چی یک بلای خدا گرفتار کردیم. باید گپ پدرم قبول میکردیم و در فکر فروختن دکان نمیشدیم. حال دیگه بسیار دیر شده. خوش آمدین. ما منتظر شما بودم. دروازه را به طریق خود باز کردیم. از نظر شما کدام مشکل نداره. هرچی نباشه اینجا دیگه ملکیت هم است. بچه ایم کجاست؟ اول قرارداد پاسوان بچه و یا پاسوان بچه اول قرارداد. بیبی قرارداد اینجاست. تنها یک امضا کافی است.
حاجت به خواندنت نیست. تنها امضا کن. یادت نره بچه در دست ماست. نیست رفته. امضا کن. سلام، من حسین هستم. ابراهیم نیست؟ پدرم راست میگفته. واقعا کسی به نام حسین است؟ امضا کن قرار داده. چرا با گپ یه آدم میکنین؟ چون که پیش ما یک چیز بسیار دوست داشتنی ایناست. تو به هیچ صورت نمیتونی چیز دوست داشتنی اینا رو پیش خودت نگاه کنی. این دیگه چی گپ است؟ اگه گپ مرا باور نمیکنی از نفرات پرسان کن. بله کامی. لالا بچه پیش ما نیست. یعنی چی که نیست؟ یک طفل نگاه کنه نتونستین؟ چطور نتونستین یک طفل خورده نگاه کنین؟ هارون یاور متهم هستی. تو را به اتهام قتل ماهر کسکین، غصب ملک و کودک روبایی دستگیر میکنیم. ببرینه. الاکو مرا. پدرتان دوست قدیمیم است. البته یاد شما نمی آید. شما او وقت طفل بودین. آقا ابراهیم یک دعای بسیار خوبی کرده بود. خداوند ما را به هم رساند و این رستورانت هم واز کردیم. آرزوشی بود که دست یاری به فقرا و نیازمندا دراز کنه. امیدوار بود که شما هم راه او را ادامه بدین. باشیم. شام بخیر. اگه نان مانده باشه یک کمک برام بده. با خاطر رضای خدا بچه این بسیار گشنه است. بگیرین پدر جان. زنده باشه. ما چی کردیم احمد؟ چطور تانستیم در برابر پدر خود قظالم باشیم؟ سبا رفته پس میارمشان. انشاءالله حتما ما را میبخشن. بیاین و پس دکان به کار شروع کنن. پدر، ما یک اشتباهی بسیار بزرگ مرتکب شدیم. خواهش میکنم ما را بخشین. بخشیدمتان بچه. مشتاق بچه. بابا جان دل برتان بسیار تنگ شده بود. اجازه بسیم دستتان رو ماچ کنیم. زنده باشی. پدر جان ما رو ببخشید. نادانی کردیم. نه قدر شما رو فهمیده تانستیم و نه قدری دکانه که تا به امروز به هزار مشکل سر پای نگاهش کردیم. میفهمیدم که یک روزی متوجه میشین. بچه. پدر جان. من کاکا ابراهیم کار داشتم. دخترم تو هم پرستار هستی که در شفاخانه دیده بودم. خیرت باشه نکنه حفیظه را هنگام زایمان از دست دادیم کاکا. طفلک در شفاخانه تک و تنها مانده. ما هم امکانات ندارم. نمیخوایم در پرورشگاه کلان شوه. شما شاید بتونین اون را کمک کنین. ما از دل جان کمکش میکنیم. همونطور نیست احمد؟ بله. چقدر شیرین است. زنده باشید. قندولک. دعا چقدر مهم است. بله، خداوند بزرگ میفرماید که اگر دعایتان نباشه شما ارزش ندارید.
کسایی که اهمیت میتن اعتبار برسیدنه. بله، اهمیت دهندگان و پیمانه اعتبارشان در یادها باقی میماند.